دادگاه عالی تاجیکستان خوجا کریموف ملقب خوجا کماندیر یکی از بیرحم‌ترین فرماندهان سروری فرانت خلقی در سالهای جنگ شهروندی را در پی بررسی پرونده‌های نوش به 21 سال زندان نظامش پرزور محکوم کرده است. دادگاه عالی 9 فوریه سال 2021 خوجا کماندیر را با جرم گروگانگیری، غارتگیری، بندیتیسم و کشتار در سالهای جنگ شهروندی به 14 سال زندان محکوم کرد، ولی بسیاری ها 14 سال را برای جنایت های سنگین این جنگ سالار خیلی سبک نامیده اظهار ناراضگی میکردند. یک منبع در دادستانی کل تاجیکستان که نخواست نامش برده شود روز 18 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفته است حکم 2 روز پیش اعلان شد و آن با نظرداشت حکم پیشینش یعنی در مجموع 21 سال خوانده شد. با گفته این منبع در پی صدور حکم اول خوجا کماندیر بیش از 15 کس دیگر در مورد گروگانگیری، آدمکشی، رازنی از سوی خوجا کریموف شکایت کردند. یک منبع آگاه از جریان پرونده به آزادی گفته است که او در مرافعه برخی اتهامات به ضدش اعلان شده را قبول نکرده است. ایبدار کننده دولتی قبلا از دادگاه برای خوجا کریموف 30 سال حبس خواسته بود. نرگس عبدالرحیم دختر خوجا کریموف روز 14 فوریه به رادیوی آزادی گفته بود که با طلب دادستان و اتهامات اعلان شده راضی نیست. جنایت صادر شده سیانه چیز گفتن نمیتوانم. آن سالها خرد بودم. از آن جایی که پدرم را میشناسم باور ندارم او چنین جنایت کرده است. همه وقت به این باور هستم که پدرم جنایتکار نیست. خودش هم جنایتکاری را تصدیق نمی کند. کریموف خوجا رحیموویچ معروف به لقب خوجا کماندیر 1 اکتبر سال 1960 در جماعت قزلقلعه خراسان به دنیا آمده. اویله‌دار صاحب 7 دختر است. خوجا کریموف که یک مدت در دانشگاه طبی تاجیکستان تحصیل کرده تا شروع جنگ شهروندی در زادگاهش نویه غازی ملک فیلچر بود. سال 1992 به فرانت خلقی پیوست و همراه تقی شکوروف در منطقه قزلقلعه نویه غازی ملک خط دوم جبهه فرانت خلقی را تأسیس داد. خوجا کریموف با بیرحمی فوق‌العاده‌اش در سالهای جنگ شهروندی نام برآورده بود. میگفتند که خوجا برای یک کار ناچیز حتی برای بد بودن تبش میتوانست یگان کس را پراند. خوجا کریموف را بعد تقریبا 20 سال فرارش از تاجیکستان روز 3 ایول سال 2019 در دبی دستگیر کرده ماه فوریه سال 2020 از امارات به دوشنبه آوردند. 9 فوریه سال 2021 دادگاه عالی او را به 14 سال زندان و رستم جباروف ملقب رستم کماندیر یکی از یاران نزدیکش را به 13 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. رستم کماندیر در پی اعلان حکمش اعتراض کرده دشنامه قبی داده است. به این دلیل ماه سال 2021 به حکم او با جرم افباشی 1.5 سال دیگر علاوه کردند.